ولی اگه غذا ببینم بازی تموم میشه و میمیرم. پس یه مپ هاردکور رو باز میکنیم و اینجا رو ولد مینویسیم اینجا مینویسیم فود یا همون غذا مساویه با مرگ. منظورم مرگ نیست که مثلا تو گربه چکمه پوش بود، اون نه، خود مرگ. چیزایی که باعث میشن ما شکست بخوریم: گلدن اپل، گوشت و هدفمون هم پیدا کردن دایمنده. خب ایول یه جای خوب اسپان شدیم. ببینیم چه خبره. واقعا بچه ها فکر نکنید چیز آسونیه، چون تو ماینکرافت سراسر چیزای خوردنی گوشت زامبی هم حساب میشه. زارید ببینم. حیف که نمیتونم بکشمت. اوک برو بریم سر جات. و میدونی بعدیش چیه؟ باید سرعت عمل بدیم به کار. بچه ها داشتم بازی میکردم افتادم مردم، ولی غذا دیدم بچه ها. اونجا داشتم حواسم نبود، داشتم یه زامبی رو میکشتم که دیدم ازش گوشت اومد بیرون، حواسم نبود یه چیز بود.